سرآغاز رئیس شورای جمعیت اوید با مساعدت جامعه شهروندی با اصلاحات ملیسیا در نزد ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت ملک اسلام نعیم منور سخنرانی نمود. گفت که تاثیر جامعه شهروندی در تشکل اصلاحات و بلند برداشتن کسبیت فعالیت کارمندی مقامات ملیسیا مهم میباشد. همچنین قید گردید که نقش شورا در جنوب نمودن فعالیت مشترک جامعه شهروندی و مقامات ملیسیا نظر است بوده پیوسته از جانب شورا اوید به عملی نمودن اصلاحات آموزش ها گذرانده می شود. در کار میزهای مداور نمایندگان دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه رئیس وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت اشتراک شرکت و سخنرانی نموده. با اشتراک راهبریت و اعضای شورای جمعیتی اوید به مساعد جامعه شهروندی به اصلاحات ملیسیا در ولایت و رئیسان شورای جمعیتی و مساعد جامعه شهروندی در تامین ترتیبات جمعیت شهروندها برنامه تلویزیونی تاک شو در تلویزیون سیمای مستقل یکم اویدی اصلاحات ملیسیا به نظر نوار گرفته شده پیشکش تماشابینی گردید. با باوری قید کردن ضرور است که این اقدام را اهالی خوب پذیرفته در همکاری با ملیسیا برای برطرف و پیشگیری همه گونه عملهای نامطلوب سهم خود را میگذارند. مسائل شخصی و جمعیتی در سطح ضروری حل خود را یافته اعتماد مردم باز هم به مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان زیاد می‌گردد. در ادامه رئیسان شورای جمعیت اوید با مساعدت جامعه شهروندی در تامینات ترتیبات جمعیتی شهر و ناحیه‌های سپتمی و کنی بادام شنیده شد. آنها از جنبسته فعالیت کاری 10 ماه سپری شده سال 2022 معلومات دادند. گفته شد که در این مدت شورای جمعیتی توانست در همکاری با مقامات داخلدار شورابینی‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی گذرانده کارهای ترغیباتی را در بین جامعه زیاد نماید. همچنین تاکید داشت که کارمندان ملیسیا همیشه با مردم بودند و باید در بین مردم مانند. در این حسابات رئیس شورای جمعیتی اوید به مساعدت جامعه شهروندی برآمد نموده اوید به برنامه اصلاحات ملیسیا برای سالهای 2021-2025 درباره ماهیت این اصلاحات فکر و عقیده خود را بیان نمود. همزمان در دوره حساباتی اعضایان شورا با همکاری ناظران منطقوی در جماعت شهری و دیهات ناحیه اوید پیشگیری جنایتکاری، زورآوری در عائله و دیگر مسائل مبرم روز کاربری نموده بین جامعه دار به اصلاحات ملیسیا کارهای ترغیبات تشویقات را بردند. اوید به مسائل شامل شوی جوانان با افراطگری پیشگیری زورآوری در عائله و آخری‌ها این خودمان گذرانده شد. قابل ذکر است که امروزها در شهر کنومدام اهالی با شورای جمعیتی فعالانه مراجعت می‌کند و در نوبت خود شورای جمعیتی دور به مسائل‌های گوناگون مصلحت‌های مفید خود را پیشنهاد می‌کند. شورای جمعیتی در جای‌ها مشکلاتی مردم را بررسی نموده با ناظران منطقوی ملیسیا و بررسی آنها کمک خود را می‌رساند. در میز مدور گفته شد که شورای جمعیتی اوید به مساعدت جامعه شهروندی به اصلاحات ملیسیا در نظر ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت بهره در عمل تطبیق نمودن سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان همچنین نزدیک نمودن مناسبت ملیسیا با مردم کوشش و تلاش می‌نماید. وابسته به اصلاحات ملیسیا از جانب شوراهای جمعیتی از جانب خودی در یک جایگی با ریاست وزارت کارهای داخلی شعبه‌های کارهای داخلی خیلی کارهای زیاد انجام داده شده است. از آن جمله در نوبت خود از جانب شورای جمعیتی گذرانیدن خیلی واخوری‌هایی که وابسته به کار و فعالیت ملیسیا به مردم از آن جمله حسابات ناظران منطقوی که در نزد اهالی داده می شود شنیدن آنها، یعنی که ما چقدر کوشش کرده ایستادیم که وابسته به برنامه اصلاحات ملیسیا که برای سالهای 2021-2025 قبول کردیده است برای یعنی که برنامه مذکور را به عمل برآوردن تا حد امکان یعنی که کار و فعالیت برده ایستادیم. در هفته میز مدور رئیسان شورا اعضایان آن برای پیشروی فعالیت تکلیف‌های مشخص دادند. در آخر به فعالان شورای جمعیتی اوید به مساعدت جامعه شهروندی سپاسنامه سپرده شد. گزارش سید مختار سید انور، نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.